بسم الله الرحمن الرحیم. خواهران عزیز، حلقه هفتم است یا هشتم است در خاطرم نیست. به درس تهاوی رسیدیم. الحمدلله کتاب یکم نصفش است. امروز صحبت ما درباره پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. خیلی که میدونید برای هر یک مؤمن ایمان آوردن به پیامبر صلی الله علیه و سلم و پیروی کردن از پیامبرش فرض است. ایمان آوردن به پیامبرش و پیروی کردن از پیامبرش فرض است. برای همین یکی از مسئله هایی که مسلمان ها، باز هم مسلمان های تاجیکستان اهمیتش نمیدهیم در حالی که فرض عین را ترک کرده ایستادیم، این شناخت پیامبر است و شناخت سلوک یا روش پیامبر است. هر یک مسلمان حتما باید پیامبر خودش را شناسد، بداند که پیامبرش کی بود، چگونه رفتار داشت، چگونه عمل داشت، چگونه زندگی داشت. مادامی که شما پیامبرتان را درست نمیشناسید، ایمانتان هم به نسبت پیامبرتان قوی نمیشود و او را پیروی کرده هم نمیتوانید. و سبحان الله خواهران عزیز، من شخصا خودم خواهرای را میشناسم که در مسئله دین همیشه لوف دین میزنند، اما فرزند 14 ساله و 15 ساله شون درباره پیامبر هیچ چیز نمیدونند. درباره پیامبر هیچ چیز نمیدونند. برای همین برای مادران هم فرض است که به فرزندان خود از کودکی برای افسانه ها آموختن، برای آنها باید پیامبر را شناسانند. نه برادر پوش، برای آنها باید پیامبر را شناسانند. یعنی به کودکان خود، مادرها، شما باید پیامبر را شناسانید. شما باید بدانید که پیامبر کی بودند، چگونه عمل کردند، آمدند و به ما چی گفتند. و اگر خودتان درباره پیامبر هیچ چیز ندانید، فرزندان خود را هم هیچ چیز آموزانده نمیتوانید. و میبینید درباره کیم کدام اکتیور و کیم کدام سراینده که چند شو کرده است و چند زن گرفته است و کی طلاق شده است و بخشتامنش چی بوده است، امروز هستند خواهرایی که کلا میدونند. سبحان الله، همین چند روز پیش بود کمپیری تاجیک قریب 70 ساله هست، زندگی نامه همه سراینده ها رو میدونه، درباره پیامبرش هیچ گفته نمیتواند بجز یک دو سه قصه های دروغین که حضرت فاطمه رفتند و نمیدونم گوشت خریدند و یک چیزهای خرافاتی. این عیبی کلانترین است که من میگم این مشکلی از بالا شروع شده است. برای اون که در دولت‌های اسلامی اساساً مثلا دولت ترکیه یک دولت اسلامی نباشد هم در تمام مکتب‌های زندگی نامه پیامبر وجود دارد. در تمام مکتب‌های میانه‌اش زندگی نامه پیامبر برای کودکان وجود دارد که یک مسلمان باید پیامبرش را شناسد، اگرچه خودش را دولت اسلامی اعلام کردگی نیست. اما عموما چون مردم مسلمانان این چیز جاری شدگی است. بعضی خواهران میگویند ما در اروپا کلان شدیم، در مکتب‌های اروپا ما در تاریخش درباره محمد میدونستیم صلی الله علیه و سلم، بعداً ایمان آوردیم. در ما میدونید که در مکتب هم من است، در مکتب که این گونه یعنی دشمنی به پیامبر را میدونید. در حاضر تاجیکستان ما برعلا هست، برعلا دشمنی پیامبر هستند که نمیخوان درباره پیامبر نه در مکتب ها صحبت شود نه در دانشگاه ها. اما شما خانه‌تون رو باید مکتب پیامبر صلی الله علیه و سلم کنید. یعنی حتما فرزند شما از 7 سالگی 8 سالگی که الکی او در ذهنش یک تاریخ را جو کرده میتواند، درباره پیامبر باید یک چی داشته باشد، معلومات داشته باشد. برای همین است که به نزدیکی بود، خودتون میدانید، با گروه بلبلان جنت ما درس شناخت پیامبر، زندگی نامه پیامبر را شروع کردیم. ولی عجیبش این است که در آنجا تقریبا فقط 50 کودک اشتراک میکنند. یعنی این همه خواهرها در گروه ها هستند، خودشون رو من 100% به اکثریتشون یقین دارم که به فرزندشون نشسته همراه پیامبر، یعنی درباره پیامبر صحبت نمیکنن. حتی در درس ها هم نمیتوانند که، یعنی این گونه توفیق از اونها گرفته شده است که بگن که فرزندم تو باید درباره پیامبر معلومات داشته باشی. برای همین این مسئله جدی هست. یعنی مسئله شناساندن پیامبر به فرزندانتون و خودتون دانستنتون پیامبر رو، این حتمی است. برای اینکه از ارکان ایمان است. یعنی مسلمان اگر پیامبرش رو نشناسد و نمیتواند پیامبرش رو پیروی کند و شاخه دینش شکستگی هست. چگونه که دانستن اسماء و صفات الله، آن چیزی که لایق جلال پروردگار است، دانستنتان حتمی است، پیامبر رو هم شناختن حتمی است. که امروز درباره پیامبر صلی الله علیه و سلم کمی صحبت میکنیم. اینجا امام طحاوی میگویند و این محمدن عبده المصطفى و نبیه المجتبى و رسوله المرتضى
و بدانید که محمد صلی الله علیه و سلم بنده استفا شده، برگزیده شده و نبیه و مجتبی هم اختیار کرده شده و پیامبری هست که الله از او راضی شده است و برای خود پیامبر گرفته است. ببینید اول شده میگویند این محمدن عبده، یعنی پیامبر عبد الله بود، بنده الله بود. و الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در یک چند جا پیامبر صلی الله علیه و سلم را عبدم گفته است. سبحان الذی اسری بعبده، پاک است همان ذاتی که بنده اش را اسرا از مکه به بیت المقدس آورد و سپس به بالا به معراج برآورد. باز میگوید فاوحی الی عبده ما اوحی، و پروردگار به بنده اش وحی کرد، یعنی پیامبر را در نظر دارد. و این چنین و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا میگوید و اگر شما در شک شبهه باشید از اون چیزی که ما به بنده امون نازل کردیم. پس این را بدانید که یک انسان زمان صاحب احترام می شود که بندگیش را به خوبی انجام دهد. پیامبر صلی الله علیه و سلم شبها نماز می‌خواندند، روزها در جهاد و در پی دعوت بودند، یعنی بندگی را به کمال انجام داده بودند و برای همین هم بنده برگزیده الله هستند. و فخر پیامبر هم با این بود که میگفتند بگویید عبده و رسوله، بگوید محمد بنده الله و رسول الله هست. مثل خریستیان ها که اینقدر پیامبرشون رو یعنی دوست داشتن که نعوذ بالله پسر خدا میگویند، مسلمان ها نه، مسلمان ها میگن پیامبر ما بنده الله هستن. اگر خواهران عزیز بنده بودن پیامبر رو ما یا ایمان آوردیم کلا قبول کردیم، هرگز پیامبر رو نمیبریم زیر یعنی بگیم که مثل پروردگار نعوذ بالله ای پیامبر به ما شفاعت کن یا چیزهایی که شرک باشد. یعنی شیعه هایی که امروز میبینید اکثریتشون حسن میگوین، حسین میگوین، یا علی یا زهرا گویان دعا میکنن، اکثریتشون آنها رو از درجه بندگی بالاتر برآوردگی هستند. هر وقتی که یک انسان رو از بندگی بالاتر میدانیم الکی ما به شرک قدم میمانیم. برای همین امام طحاوی هم شروع میکنند که محمد صلی الله علیه و سلم پیش از همه چی بودن؟ بنده بودن، مثل من تو بنده بودن، فقط از جهت اینکه الله ایشان را از بین بنده هایش برگزیده بود، اختیار کرده بود برای پیامبری. البته که سید بنی آدم هستند، یعنی هم بالای تمام پیامبران هم بالای تمام انسان ها برتری دارند، اما باز هم بنده هستند و تو نباید هرگز در مسئله عبادت کردن یا امید کردن که مرا به جنت میبرند، یعنی الله نه و پیامبر مرا به جنت میبرد، یا اینکه یکی در خوابم می آید و زندگی من تغییر می یابد، این گونه شرکا نباید به قلب انسان جا شود. یعنی هر زمانی که کی نباشد هم، خواه یک عالم باشد، خواه پیامبر باشد، خواه اولیا باشد، وقتی شما او را از درجه بندگی بالاتر دانستید الکی شما نزدیک می شوید به شرک. چگونه که درباره فرشته ها هم همیشه الله چی می گوید؟ آنها بنده های برگزیده من هستند. یعنی فکر نکنید که فرشته ها از دستشون چیزهای می آید که آنها نعوذ بالله به یعنی مرتبه خدا بودن رسیدگی هستند، به مرتبه الوهیت رسیده هستند. آنها بنده های الله هستند، هر چیزی که الله میگوید آن را انجام میدهند. اما درباره محمد صلی الله علیه و سلم خواهران عزیز همگی میدانیم که پیامبر بودند و در دنیا یا پیامبران راستگو وجود دارن یا دروغین، یعنی ایده هم هستن که می آینده خودشون رو چی میگن؟ من پیامبر هستم. و این گونه انسان ها حتی در زمان پیامبر هم مثل مسیلمه کذاب پیدا شده بود، نفری که بر اومده میگفت که چه خیلی که به محمد وحی می شود به من هم وحی می شود، و حتی جمعی کثیر یعنی آدمای زیاد هم او رو پیروی کرده بودند. اما دیر یا زود هر دروغگو دروغش آشکار می شود. هر کسی که عالم نیست خود را عالم میگیرد، هر کسی که پیامبر نیست خود را پیامبر اعلان میکند، هر کسی که اولیاء نیست خود را اولیاء اعلان میکند. یک مدت نگذشته میبینید که او دروغش آشکار میشود. خیلی میگوین دروغ انسان، دروغهای پنهانی که تو در قلبت داری یک روز از چهره تو یا از کرده های تو یا از زبان تو آشکار میشود. یعنی هر چیزی که در قلبت هست در ظاهر تو و در
دهان تو یک روز به مردم کاملا آشکار می شود. برای همین هر کسی که در تاریخ خود را پیامبر گفت، می دانیم که شاید 10 سال بعضی ها خود را پیامبر گفته رفتن، اما بعداً باز آشکار شد که یک کذاب بیش نیست، یک دروغگویی هست. اما پیامبران برگزیده مثل محمد صلی الله علیه و سلم، حضرت عیسی و موسی و یحیی و صلوات الله رب علیهم اجمعین، اینها همیشه راستگو بودند و راستیشان در تاریخ هم مانده است. و چیز دیگر خواهران عزیز، میدانید که پیامبرها پیش از اینکه معجزه نشان دهند، آنها با راستگویی خود در بین بشر معروف بودند. یعنی مردم علاقه این انسان رو همیگونه شناخته شده بود که این انسان دروغ نمیگوید، این انسان امانتکار است. برای همین آنها وقتی پیامبرم میگفتن، انسان های با عقل یک بار قبول میکردن، چون میگفتن این انسان هیچ دروغ گفتگی نیست، چرا این بار دروغ گوید؟ چرا این بار دروغ گوید؟ یعنی پیش از معجزه، البته معجزه یکی از صفات‌های پیامبران است که به دیگرها هرگز داده نشده است. بعضی‌ها معجزه گفته سحر و جادو نشان میدهند یا یک کارهای دروغی نشان میدهند که رفته رفته آشکار میشود. اما معجزه های پیامبران خالد است، یعنی تمامی مدتی، تمام زمان میماند و هیچ کس مثل آنها معجزه برآورده نمیتواند یا معجزه نشان داده نمیتواند. بجز معجزه هم پیامبرانی که الله برگزیده است، یعنی از بین مردم برای خود اختیار کرده است، اینها نفرانی هستند که در بین مردم هنوز پیامبر نشده، با اخلاق حمیده خود، با راستگویی خود، با امانتداری خود، عموما با شخصیت خود معروف بودند. برخلاف مثلا پیامبران دروغین که هر زمان پیدا میشوند میفهمید که این انسان یک دروغگو هست، یا اینکه پیش از این به جادوگری مشغول بود، یا به یگان جن زدگی مشغول شده بود، یا چیزی دیگر بود. برای همین ایده هستند راستگو هستند و پیامبری حقیقی هستند که آخرینشان محمد صلی الله علیه و سلم هست. و ایده دیگر هم هستند که همیشه با دروغ خود را پیامبر اعلام میکنن، اما دیر یا زود مردم میفهمند که این یک پیامبر دروغین است. اما اینجا مسئله خواهران عزیز، مسئله اتئیست ها هست. خیلی که میدونید اتئیست بی خدایان که با اونها مانند کمونیست ها هنوز هستن، همیشه یک چیز میگن، یگان پیامبر وجود نداشت. آره، اما نگاه کنید، حتی سال شماری ما میلاد مسیح با آمدن مسیح مشهور است. یعنی تمام دنیا سال رو پیش از تولد عیسی و بعد از تولد عیسی کتی همگی میشمارند. یعنی سال شماری رو از تولد پیامبران است. مثلا آثار کشتی نوح هنوز هستند. درباره حضرت ابراهیم یگان تاریخی نیست که درباره حضرت ابراهیم سخن نگفته باشد، درباره موسی سخن نگفته باشد، درباره یعقوب و درباره فرزندان حضرت اسرائیل یا یعقوب سخن نگفته باشد. و آدم حیران میموند وقتی که این همه تاریخ رو دروغ میشمارند و میگویند یگان پیامبر وجود ندارد. از محمد صلی الله علیه و شروع کرده گویا دیگر پیامبرها همه دروغین بوده است و اینها همین گونه با یک اتئیستی میروند. اما میدانید که هر کسی که نه تنها محمد صلی الله علیه و سلم، کدام پیامبر رو، کدام نفری که در قرآن یا در حدیث صحیح نامش با پیامبری هست این کار میکند و از دین خارج میشود. چون از شاخه های ایمان ششگانه ما ایمان آوردن به تمام پیامبران است. یک پیامبر رو هم اگر شما این کار کردید که او پیامبر نبود، انسان کلا از دین خارج میشود و انسان دیگر مسلمان نیست. و اینجا درباره پیامبر خواهران عزیز، پیامبران همیشه با علم و با عمل مشهور هستند. یعنی هیچ پیامبری نیست که به عمل پیامبر بود یا به علم پیامبر بود. تمام پیامبران همیشه با علم خود و با عمل خود بین تمام مردم با خبر هستن و چه خیلی گفتم اخلاق پیامبرانه خود که پیش از پیامبر شدن الکه در بین مردم مشهور بودن. چگونه که قصه وحی پیامبر رو میدونید، وقتی پیامبر ترسیده و لرزیده چون در این حالت تمام انسان میلرزد وقتی یک چیزی غیر زمینی رو در داخل غار میبینی که تو تنها بودی و یکی اومد و یکی گم شد. وقتی اومده به خدیجه میگن من به خود میترسم که حالم چی میشد، حضرت خدیجه میگن تو بین انسان ها هرگز خار نمیشود،
تو که با اخلاق خود، با کمک خود به یتیمان و بیچاره و طرفی مظلوم رو گرفتن و همیشه در راه حق کمک کردن مشهور هستی، الله تو رو خور نمیکنه. یعنی چیزی که به سر تو اومدگی است این هرگز بلا نیست. و عیناً همین گونه وقتی نزد ورقه ابن نوفل میروند، ورقه ابن نوفل بعد از گوش کردن میگن این انسان پیامبر است. موسی هم همین گونه پیامبر شده بود. حتی نجاشی که میدونید پادشاهی حبشه بود، سیاه پوست و مسیحی بود، وقتی میروند و جعفر درباره محمد صلی الله علیه و سلم صحبت میکنند میگویند والله این همان پیامبری هست مثل عیسی. اون چیزی که شما میگویید عیناً مثل چی از قصه عیسی هست، این هم پیامبر دیگر هست. این قصه که شما میگویید این قصه عادی نیست. گویان گریه میکند که این همان که هست، این همان پیامبر دیگر هست. پس پیامبران با اخلاق خود و این چونین با طریقه نگاه کنید، اومدن وحی به تمام پیامبران، صحبت الله با پیامبران و این چونین اخلاق پیامبران با هم خیلی مانند است. و چیزی دیگر اینجا هست که یکی از طعنه هایی که مسیحیان میزنن یا دشمنان پیامبر و دشمنان اسلام میزنن، میگوین اگر شما میگوید پیامبر انسان برگزیده بود، الله از بین انسان ها او را زیادتر دوست داشت، پس چرا اینقدر بالایش مصیبت آمد؟ چرا پیامبر رو مثلا در طایف حتی سنگ باران کردن؟ چرا دندان های پیامبر در غزوه احد شکست؟ چرا دخترانش پی در پی زود از دنیا رفتن؟ چرا پسرانش در خورده همه وفات کردن؟ مگر الله پیامبر خود را همین گونه خور میکند؟ چرا پیامبر اینقدر خور و بیچاره، یعنی اینقدر بلاها آمد؟ اما بیخبر از آن هستند که الله میگوید احسب الناس و ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. شما گمان میکنید یک انسان وقتی ایمان می آورد او ابتلا نمی شود، یعنی امتحان نمی شود؟ و بالاترین ابتلا را پیامبر میگویند پیامبران میبینند، سپس پیروان پیامبران و پیروان آنها. یعنی امتحان های دنیا برای آن که الله اولا ایمان آنها را باز هم زیاده کند، با سنجشش مرتبه آنها را زیاد کند و این چنین برای مردم عادی درسی باشد. دختر مرا شوهرش طلاق داد، دختر پیامبر رو هم شوهرش طلاق داده بود. همسر من خیلی در جوانی رفت، همسر پیامبر هم پیش از پیامبر وفات کرده بود. پسر من وفات کرد، پسرکای پیامبر هم وفات کرده بود. من غم بغل هستم، پیامبر خیلی سالهای دراز غم بغل بودن. یعنی این گونه تا که برای مردم چی میگه مواسات شود، یک درس شود که اگر تو این عذاب رو میکشی نگو که الله مرا بد میبیند. الله پیامبرش رو دوست میداشت، اما این گونه مصیبت ها رو بالای پیامبرانش هم فرستاده بود. برای همین هرگز گمان نکنید که یک درد و رنج بالای مؤمن آمد این معنیش این است که الله او را بد میبیند، الله او را به حالش ترک کرده است، این انسانی بدبخت گناهکار است برای همین آمده است. نه، این گونه نه. انسان هایی که مثل فرعون و مثل قارون و مثل فرعون تبار هستند، هر بلای سرشان می آید میگیم آره عذاب آنها در دنیا شروع شد و دوامش در جهنم است. اما انسان های مؤمن وقتی بالایشان مصیبت می آید بدانید که بالای پیامبران هم مصیبت آمده بود. بالای تمام یگان پیامبر نیستند که مصیبت نکشیده باشند، درد و رنج نکشیده باشند، از بی‌فرزندی و از مرگ فرزند و از رانده شدن از وطن. و پیامبری نیست که از وطنش رانده نشده باشد. پیامبر نمی بینید که او از وطنش نرانده شده باشد. یعنی تمام پیامبران ترک وطن کردگی هستند یا به زور آنها را از وطن خارج کردگی هستند، اما بعداً با عزت و با شکوه باز به وطن خود برگشتگی هستند. برای همین اینجا چی میگویم؟ این مصیبتی که بالای پیامبران آمد یا بالای مؤمنان می آید یا بالای پیروان پیامبر صلی الله علیه و سلم از جمله علما و از جمله اولیا می آید، این بلا یا بد دیدن الله نیست. این یک امتحان الله هست که با این امتحان درجه آنها در پیشگاه پروردگار باز هم بالاتر می شود و این چنین درس عبرت می شود برای دیگر مردم که چرا من اینقدر به الله ناشکری کنم وقتی پیامبر الله با آن پیامبری این گونه مصیبت ها رو دیده بودن باز هم همیشه تبسم میکردن. حضرت انس میگن هیچ کس رو مثل پیامبر زیاد تبسم کننده ندیده بودم که در چهرهشون همیشه تبسم بود با آن همه مصیبتی که به سرشون آمده بود، چون میدونستن که مصیبت ها هرچی بزرگ باشد هم پروردگار از این مصیبت ها بزرگتر است.
پروردگار از این مصیبت ها بزرگتر است. رحمت پروردگار زود است که می آید، چون الله چه می گوید؟ این مع العسر یسرا، بدان که پس از هر سختی ها آسانی هست و گشته و برگشته باز این آیت تکرار می شود. پس اینجا هرگز یعنی شک شبهه نآید در دلتان که چرا اگر پیامبر انسانی برگزیده الله باشند چرا بالای سری آنها چی می شود؟ این مصیبت ها آمده بود. نه، مصیبت بالای بنده برگزیده یا بنده مومن و بنده هایی که به الله نزدیک هستند می آید و این یک امتحان هست و این را هرگز ما بلا گفته نمی توانیم. و درباره چیزی دیگر اینجا خواهران عزیز، اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم مصیبت دیده بودن و چی شده بودن با این مصیبت ها، هرگز معنایش این نیست که پیامبر رو الله بد میبیند یا این یک بلاه هست، ما نباید این رو قبول کنیم. و در قرآن نبی و رسول زیاد می آید. بین علما اختلاف کلان نبی کی هست و رسول کی هست است. بعضی علما میگن رسول هر کسی که به او کتاب فرستاده شد، نبی باشد به او کتاب فرستاده نشده است. بعضی علما میگن رسول هر پیامبری که الله به آنها میگوید شما مردم را دعوت کنید. نبی هر پیامبری که الله با او صحبت میکند یا وحی میکند اما میگوید به مردم دعوت نکن، مثلا حضرت آدم. یا میگویند رسول هر کسی که با کتابی نو، با دین جدید یعنی شریعتی نو می آید. نبی شریعتی پیش از خودش بوده پیامبران را دوام میدهد، مثلا حضرت زکریا و حضرت یحیی. همین گونه بین نبی و رسول کمی بین علما اختلاف است که در این کتاب ابن ابی‌العز میگویند یعنی اصلا قولی راجحتر در این مسئله این است که نبی پیامبری که الله به او امر نمی کند که مردم را دعوت کن، فقط او با بودنش و با عبادتش بین مردم مشهور است اما مردم را دعوت نمی کند. رسول پیامبری هست که مردم را به راه الله دعوت می کند. و اینجا در مصرع دیگر امام طحاوی میگویند و انه خاتم الانبیاء، و بدانید که او پیامبر صلی الله علیه و سلم خاتم انبیا، آخرین پیامبر است. و الله چی میگوید؟ ولکن رسول الله و خاتم النبیین، بدانید که پیامبر رسول الله و آخرین پیامبر است. از این میبراید که هر کس بعد از محمد صلی الله علیه و سلم آمد و خود را پیامبر اعلان کرد و دروغ میگوید و یک کافر بیش نیست. و هر کسی که باور دارد که این انسان پیامبر است او هم از دین میبراید، چون به این آیت کافر میشود. آیتی که الله چی میگوید؟ و بدانید پیامبر آخری پیامبر است و بعد از او دیگر هیچ پیامبری نمی آید. و در ما حدیث در صحیح مسلم و بخاری است، پیامبر میگویند این لی اسماء، من یک چند نام ها دارم، انا محمدون و انا احمد و انا الماحی یمحو الله بی الکفر و انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی و انا العاقب و العاقب الذی لیس بعدی نبی. بدانید که نام های من محمد است، یکیش احمد است، یک نام من ماحی هست. ماحی آنه که الله با سبب من کفر را محو میکند، یعنی کر میکند، نیست میکند. و یکی از نامهای من حاشر هست، اونه که در نزد من یا در نزد پایهای من مردم در روز قیامت جمع میشوند. و انا عاقب، و من عاقب هستم که پس از من دیگر هیچ پیامبری نیست. و در حدیث دیگر میگویند و انه سیکون من امتی کذابون ثلاثون کلهم یزعم انه نبی و انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. پیامبر میگن از امتی من، یعنی حتی بعضیشون مسلمان بودن، 30 دروغگو پیدا میشوند. هر 30شان یعنی این 30 نفر یزعم گمان میکند که او پیامبر است. اما بدانید این من هستم که آخرین پیامبران هستم. یگان پیامبر بعد از من وجود ندارد. یگان پیامبر بعد از من وجود ندارد. خواهران عزیز، من خردکک بودم، نمیدونم 13 ساله باشم 12 ساله باشم، در خوجند چی یک انسان پیدا شده بود که خود را پیامبر اعلان کرده بود. و سبحان الله از قشلاق‌های ما که ما قشلاق دورتر از خوجند تا 2-3 ساعت از راه ما
زنها ماشین چیز چرکتی می آمدن برای زیارت کردن همون پیامبر بر دروغین و به فکر یگان کس نمیزد که این انسان دروغگو هست و ایها بیمار هستند و بیمارها می روند و آنجا شفا می یابند و این مردم چقدر به کفر دچار شده بودند، چقدر مردم به کفر دچار شده بودند که این انسان پیامبر است. گفته با اون هم از همون تاجیکا بود. عجیب است. به نزدیکم در یادتون هست که کسی خود رو من مهدی ام یا من مادر مهدی ام گفت که چقدر مردم به وی هم باور کردن. یعنی این گونه دروغگوها خیلی زیاد پیدا می شوند برای پول جمع کردن و غارت کردن مردم و در حاضر وقت برای پدپسچیک جمع کردن، برای بیننده جمع کردن. خیلی زیاد هستن این گونه دروغگوهایی که انا مهدی برآمد و انا این پیامبر بود است گویان شروع میکنن که همشون دروغگو هستن، همشون دروغگو هستن. یکم شده اگر یک امام مهدی پیدا شود هم رفته با بلاگر تاجیک کامنتاری نمیداد. ان شاء الله درباره امام مهدی هم بعداً صحبت میکنیم. و در دومش میگویند درباره پیامبر و امام الاتقیه و محمد صلی الله علیه و سلم امام متقیان است، سرور تقواداران است. هر کسی که تقوادار باشد، اهل تقوا باشد، سردار او یا سرور او یا امامی که او باید او را پیروی کند، این محمد صلی الله علیه و سلم است. و الله میگوید قل این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. آیت در سوره آل عمران است. الله میگوید بگو اگر شما الله را دوست بدارید پس مرا یعنی پیامبر را اطاعت کنید تا که الله شما را دوست بدارد. پس پیروی از الله پیروی از پیامبر است. هرگز نمی شود الله را پیروی کنید و پیامبر را یکسو گذارید. پیروی کردن از گفته های الله، پیروی کردن از رسولش هست. و سید المرسلین و سردار یا سرور مرسلین پیامبران است. همینجا خواهران عزیز پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن انا سید ولد آدم یوم القیامه. من سرور فرزندان آدم، سید آنها یعنی از همه برتر و بالاتر آنها روز قیامت هستم. و اول من ینشق عنه القبر و اولین شخصی هستم که روز قیامت قبرش گشوده می شود و برپا می شود. و انا اول شافع و اول مشفع و من اولین کسی هستم که شفاعت می کنم و شفاعت هم می پرسم. و همینجا خواهران عزیز اما در حدیث دیگر پیامبر میگن لا تفضلونی علی موسی، مرا بالای موسی برتری ندیه، یعنی محمد از موسی بهتر بود نگوید. در حدیث دیگر پیامبر ما از دیگر پیامبران بهتر بود نگوید، یا پیامبر ما از یونس بهتر بود نگوید. سبحان الله. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند محمد از عیسی بهتر است، محمد از موسی بهتر است نگوید، در حالی که در حدیث بالا میگن من بالاترین یا بهترین از فرزندان آدم هستم. این چرا میفهماند؟ یعنی پیامبران اینشون از اینشون بهتر گفته بین خود جنگ و تلاش نکنید و این کار هیچ به خوبی نمیبرد. وقتی یک یهودی درباره موسی گپ میزند و یک مسلمان محمدی ما از موسی بهتر بود میگویند، پیامبر میگن هرگز محمد از موسی بهتر بود نگوید، چون وقتی من بیدار میشم من الکی موسی رو بیدار میبینم. این معنیش این است که پیامبر از همین چیز من کردگی هستند. استاد من از استاد تو خوب است، پیامبر ما از پیامبر شما خوب است. این به جنگ و تلاش و بچه میگن تعصب و طرفگیری میبرد که هیچ خوب نیست، هیچ خوب نیست. یعنی این چیز به جنگ و جنجال میبرد و خاکساری پیامبر بود که میگفتن هرگز محمد صلی الله علیه و سلم از دیگر پیامبران بهتر است نگوید. یعنی این هم اخلاق پیامبر بود و هم یک راهنمایی پیامبر بود که پیامبر چی گفتن؟ مرا از دیگرها بهتر نگوید، در حالی که من بهترین دیگرها هستم گفتگی هستم. یعنی در وقتی صحبت و جنگ و تلاش همین گپ ها هیچ به خوبی نمیبرد، هیچ به خوبی نمیبرد. بین مسلمان حیران میشوید، هر دو حافظ قرآن هستند یا هر دو طالب علم هستند، استاد من از استاد تو خوب است، شیخ من از شیخ تو خوب است. این به چی میبرد؟ به چی چیز کی خوب است کی بد است؟ این را الله یگانه از انسان ها میدوند، از پیامبران که بدون هیچ شک شبهه پیامبر صلی الله علیه و سلم بهترین پیامبران هستند. اما باز میگن نگوید که محمد از موسی بهتر است یا بین پیامبران اینش از آنش بهتر است. گویان این گونه تفریقه ناندازید، این گونه تفریقه ناندازید و این گونه تلاش ها نکنید. و در مصرع دیگر میگویند و حبیب رب العالمین و پیامبر حبیبی پروردگار عالمیان هستند. حبیب از کلمه محبت است، یعنی
درباره یعنی پیامبر، یعنی الله پیامبر صلی الله علیه و سلم رو خیلی دوست می‌دارد. الله پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن ان الله اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراهیم خلیلا. پیامبر میگویند چگونه ای که ابراهیم را الله به خود خلیل انتخاب کرد، خلیل یعنی بنده دوست داشته که او را دوست می‌داری، از دیگرها بالاتر می‌دانی، چگونه ای که پیامبر میگویند ابراهیم را خلیل انتخاب کرد، من را هم خلیل انتخاب کرد. و همینجا خواهران عزیز، خلیل یعنی دوست داشتن. شما یک نفر را از حد دوست دارید، همراهش زیاد نشستن را دوست دارید، عموما او را از دیگران دوست دارید، این محبت است داره. اما ما میدونیم که انسان ها با قلب محبت پیدا میکنن. محبت یک نفر در قلب ما جای میشود، بعدن در صحبتامون در ظاهرمون اون چیزی که در قلب ما هست نشان میدیم. اما ما میدونیم که خداوند قلب دارد، نعوذ بالله گفتن مثل قلب انسان ها و این گونه چیزها حرام است، چون لیس کمثله شیء، الله به هیچ چیز مانندی ندارد. پس اینجا میگویم محبت الله، دوست داشتن الله پیامبرانش رو از جمله محمد صلی الله علیه و سلم رو ما ثابت میدانیم که الله پیامبر رو دوست میدارد. اما چگونه دوست میداشته باشد، چه خیلی دوست میداشته باشد، این به عقل ما نمیگنجد. این رو به الله حواله میکنیم که الله همان گونه که به ذات خودش بنده هست و لایق است پیامبرش را دوست می‌دارد. از ما فقط دانستن دوست داشتن است و ثابت دانستن است. بقیه‌اش که چگونه هست، این خیلی باشد این خیلی باشد، این رفته رفته ما رو چیکار میکند؟ با جهمی ها مانند میکند که کلا این کار میکنیم که نه الله هیچ کس را دوست نمی‌دارد گفته. و همینجا خواهران عزیز درباره محبت انشالله درباره‌اش من خیلی میخوام علل خصوص با جوان‌ها یک صحبت داشته باشم، با خواهرکان. در ما عشق هست و محبت است. محبت چیزی هست که یک نفر رو دوست می‌داری، برای او به بسیار چیزها راضی هستی. عشق به هوا و هوس آمیختگی دارد. یک نفر رو دوست می‌داری، میخوای فقط او از آن تو باشد و میخوای که او هم تو رو دوست دارد و غیر از تو هیچ کس به او نزدیکی نکند. این الکی یک بیماری هست. شب و روز درباره او فکر میکنی. دیگر برای همین عشق به خدا در حدیث ها آمدگی نیست، یعنی عشق ما به الله و این چیزها آمدگی نیست. محبت زیاد آمدگی است. در شعر شاعرها خوانده می شود، اون هم دیگر توکلشون به الله، اما پیامبر در یگانجا کلمه عشق رو نسبت الله استفاده بردگی نیستن. محبتی الله اما نسبت پیامبرش، پیامبر را دوست داشتن و برگزیدن و دیگر میدانید که احترام پیامبر و این چنین ایمان به پیامبر برای هر یک مسلمان فرض است. ایمان نداشته باشی، پیامبرت رو دوست نداشته باشی و یا اینکه نسبت پیامبرت یک تهمت و عیب رو اگر تو بدانی از این خارج میشوی. هر یک تاجیکی که لا اله الا الله محمد رسول الله میگوید اما پیامبر رو مسخره میکند، نسبت پیامبر صحبت های میکند، به نزدیکی بود. یکی از اون بدبخت ها بود که اینقدر محمد میگویی، محمد چرا کودک 6 ساله رو گرفت میگوید. از دین خارج شد و انسان با همین گپش. محمد صلی الله علیه و سلم کودک 6 ساله گرفتگی نیستن. در اسلام کودک رو به زنی گرفتن و به او همخوابگی کردن گناه کبیره هست، از زنا بدتر است، چون که باید کودک است با او نزدیکی کردن ممکن نیست. با حضرت عایشه پیامبر وقتی که همخانه شدن، خواهران عزیز من همین مسئله رو بسیار تکرار میکنم، عرب ها دخترکای 9 ساله اشون الکی حیض میبینن. من خودم در بین عرب ها زندگی کردگی هستم. دخترکان 9 ساله 10 ساله عرب ها 16 ساله 17 ساله تاجیک بر این هستن و یا خیلی زود کلان میشون. پسر بچه 16 ساله عربه میبینی میگوین یک 30 ساله هست، کلان دست و پایش کلان، یک آدمی کلان. پیامبر با حضرت عایشه وقتی ازدواج کردن گفتیم 9 ساله بودن، من بچه‌شم خودم شاهد هستم که 9 ساله عرب ها حیض میبینن، دخترای به حد کلان میشون. آنها در عرب ها این چیز مشهور بود برای اینکه دخترک ها حاضر هم همین خلاص پیشم. این در مو که 9 ساله دخترک ها میده هست، بعضی تاجیک های از دین برآمدگی گمان میکنند که پیامبر با همین خیلی کودکچه ها ازدواج کردگی است، اما پیامبر با کودکچه ازدواج کردگی نیستن. این در اسلام کلا حرام است، یعنی معنی همخوابگی کردن. یعنی در نکاح تو می ایستد، بعد از که او کلان می شود و به بلوغت می رسد، به خانه‌ات می آید و باکی ندارد، تو با او نزدیکی نمی کنی، فقط انتظار می شوی تو کلان شویش. اما کلان نشدن، نزدیکی کردن، این گناه کبیره و حکمش قتل است در اسلام. و کسی که پیامبر رو این گونه تهمت میزنند، مسخره میکنند، اگرچه 1000 بار بگوید هم من قرآن میخونم، من لا اله الا الله محمد رسول الله میگم، انسان از دین برآمدگی است، مگر اینکه توبه کند و باز به اسلام برگردد. دیگر مصرع دیگر به فکرم تمام کردیم.
یک دو کمی دیگر مونده است خواهران عزیز درباره پیامبر صلی الله علیه و سلم. آره تمام کنیم همین موضوع رو، بعداً درباره قرآن میشود که درس آینده دوام میدیم. میگویند و کل دعوت نبوت بعده فغی و هوى، و هر کسی که بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم دعوا دارد که من پیامبر هستم، یعنی همش گپ‌های بیهوده است، از هوا و هوسش دروغگو است، با اون باور نکنید که دربارش گپ زده. و هو مبعوث الى عامه الجن و کافه الورى بالحق والهدى و بالنور والضیاء. و میگویند و پیامبر فرستاده شده هستند به تمام جن و به تمام بشر. یعنی پیامبر نه تنها به انسان ها، حتی به جن ها هم همچون پیامبر فرستاده شدند که جن ها باید بشنوند و به پیامبر ایمان بیاورند. و جن ها در سوره جن خواهران عزیز کاملا این موضوع آمدگی هست. یا معشر الجن والانس الم یاتیکم رسل منکم، روز قیامت پرسیده می شود که مگر پیامبر به نزد شما نآمده بود؟ و جن ها بین خود پیامبر ندارند. جن ها باید از پیامبرانی که اینز اطاعت کنند و یعنی بشنوند، اما بین آنها علمای خودشان یا دعوتگرای خودشان هست که چگونه که در قصه حضرت سلیمان است که یکی از صاحبان علمشان افرید بود نامش، او میگوید من در یک از این طرف به این طرف نگاه کردند یا چشمت را این طرف گرداندند، من میروم و تخت بلقیس را می آورم. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم هم به جن ها فرستاده شدند، هم به انسان ها و چه هستند به تمام کل بشر. که پیامبر میگن یکی از خصلت های من این است که هر یک پیامبر به قوم خودش می آمد، من باشم به تمام دنیا آمده هستم، کل دنیا باید از من پیروی کنند، من فقط برای عرب ها نآمدم یا من فقط به جزیره عرب ها نآمدم. چه خیلی میدونه زردشت های تاجیکی هستند که میگویند محمدی عربی یا پیامبر عربی. پیامبر عربی از عرب هست اما برای کل دنیا آمده است، برای کافه مردم آمده است که او چه است، تمام دنیا باید از او پیروی کنند و به او ایمان داشته باشند. بعد از این شروع می شود صحبت درباره قرآن کریم و چگونه به آن عبادت کردن و باور کردن و عمل کردن. الله نصیب کرده باشد هفته دیگر صحت و سلامت باشیم، همراهتون دوام میدیم. حاضر درباره موضوع گذشته ما سوال باشه بفرمایید.